سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. گفتگوی سرپرست سفارت افغانستان در مالزیا با دکتر نور امتحان، معاون وزارت پلان و توسعه کشور برونای. تاکید بانک مرکزی بر گسترش خدمات تمویلی در سراسر کشور. و ادامه تنش‌ها در منطقه و حملات ایران به اردن. امروز دوشنبه 29 ماه سرطان سال 1405 خورشیدی. در ادامه مشروع خبرها، نقیب الله احمدی سرپرست سفارت افغانستان در مالزیا با دکتر نور امتحان، معاون وزارت پلان و توسعه برونای دارالاسلام و رئیس بنیاد سلطان حسن البلقیه دیدار و گفتگو کرد. سفارت افغانستان در مالزیا میگوید که در این دیدار دو طرف درباره روابط افغانستان و برونای و راه‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه بحث و همچنان بر اهمیت گسترش تعاملات در بخش‌های فرهنگی و بشردوستانه تاکید کردند. صدیق الله خالد معاون اول بانک مرکزی با دریک جوفستیسن معاون بنیاد تضمین تمویلات افغانستان و هیئت همراهش دیدار کرده است. بانک مرکزی میگوید که در این نشست دو طرف درباره گسترش تضمین تمویلات خرد، ارائه کمک‌های بلاعضو و تقویت همکاری‌های تکنیکی با مؤسسه مالی افغانستان گفتگو کرده است. صدیق الله خالد بر تعهد بانک مرکزی برای توسعه و تقویت بخش مالی و بانکی کشور تاکید کرده و از بنیاد یاد شده خواسته است که خدمات تمویلی را بدون تبعیض و گونه یکسان در سراسر افغانستان ارائه کند. با گفته بانک مرکزی دو طرف بر تداوم همکاری‌ها برای توسعه شمولیت مالی، حمایت از بخش خصوصی و تقویت نظام مالی و بانکی کشور تاکید کردند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نشستی را به منظور هماهنگی و جلب همکاری‌های نهادهای بین‌المللی برای برگزاری نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری افغانستان برگزار کرد. در این نشست مولوی صدراعظم عثمانی معین زراعت و مالداری بر نقش نمایشگاه‌ها در معرفی تولیدات داخلی، توسعه بازار و حمایت از دهقانان و مالداران تاکید کردند. و در خبر آخر، ایران اعلام کرده است که پایگاه‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا در اردن را هدف حملات موشکی و طیاره‌های بی‌سرنشین قرار داده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، در حمله به پایگاه ارزق اردن، شماری از تجهیزات نظامی آمریکا منهدم یا آسیب دیدند. همچنان در حملات موشکی ایران بر میدان هوایی عقبه، طیاره‌های ترانسپورتی C-17 و طیاره گشت و شناسایی P-8 متعلق به آمریکا هدف قرار گرفته است. در همین حال قماندانی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که برای نهمین شب متوالی به اهداف در ایران حملات هوایی انجام داده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.